سلام، من حامد تبریزی ام. همه ما میدونیم که داشتن خانواده بزرگ یه نعمته. منم خانواده بزرگی داشتم به وسط ایران. یه خانواده 2 میلیون نفری. بله، درست شنیدید. 2 میلیون نفر که با تک تک سلولهای بدنم عاشقشون بودم. من برای به دست آوردن این خانواده از صفر که نه، بلکه از زیر صفر شروع کردم. همه چی داشت خوب و رویایی پیش میرفت. اما گاهی پشت شادی‌های بزرگ غمی بزرگتر قرار دارم. نمیدونم دست تقدیر بود یا تاوان گناهی نکرده که یکی از همین روزا به خودم اومدم و دیدم خانواده 2 میلیونی رو از دست دادم. حس تویی بودن داشتم، معلق میون آسمون و زمین. تک تک اعضای اون خانواده با من خندیده بودن، با من برای چند لحظه هم که شده بود شاد بودن، گاهی هم غمگین. جلوی چشام داشت تموم دلخوشیام و دنیایی که برای خودم ساخته بودم میسوخت. سرگردون بودم، داشتم با خودم فکر میکردم که باید از کجا شروع کنم، اصلا مگه میشد دوباره شروع کرد. تا اینکه درست در تاریک ترین لحظه زندگیم امیدی به دلم افتاد. من از بچگی یاد گرفته بودم که جز خدا به هیچ کسی تکیه نکنم. پس از خودش خواستم و دستامو رو زانوم گذاشتم و دوباره شروع کردم. خیلی‌ها تو این مسیر دستگیرم بودن. برادری که همیشه مثل کوه پشتم بود کمکم کرد تا اولین خشت خونه جدیدم رو صاف بذارم. تو مسیر جدیدم رفیقایی داشتم که رفاقت رو برام معنی کردن و هر کدومشون بدون هیچ چش داشتی حمایتم کردن. خیلیاشون بهم ثابت کردن که عمق رفاقت به عمرش نیست. خیلیاشون بهم ثابت کردن که عمق رفاقت به عمرش نیست. خیلیاشون بهم ثابت کردن که عمق رفاقت به عمرش نیست. در نهایت با دستهای شما مردم آخرین خشت این خونه رو محکم گذاشتم و با خواست اون بالاسری خانوادم رو دوباره به دست آوردم. امروز دوباره 1 میلیونی شدیم. یعنی 1 میلیون نفر که با هم میخندن و به هم انرژی میدن. دستبوس تک تک شما عزیزانم. خاک پای مردم ایران. حامد تبریزی. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق پنهانی مرا.
چی؟ کجا میتونم پیدا کنم؟ سلام عرض شد خدمت دوستان عزیز. دوستان محبت کردن امروز تشریف آوردن برای 1 میلیونی شدن من یه ویدیویی تهیه کنیم و من همیشه دوست دارم زر بزنم، یعنی گنده صحبت کردن از بچگی دوست داشتم. اومدیم یه کلیپ بزنیم همین. برو دیگه، برو از من نگیر، برو از اونا بگیر. نگاه کن بخند. بخند. الان یه تو خنده. داشتم به وسط ایران یه خانواده 2 میلیون نفری. بله درست شد. برو داشت بریم. من این برم بعد میشه از این برم بگیری؟ بریم 3 نگاه کن بخندید 2 1 دستم میره. من حامد تبریزی ام. همه ما میدونیم که داشتن خانواده بزرگ یه نعمته. اینجا بیا وایسن جواد. آره اینا رو بده من. بیا یکی بیاد اینجا. بیا اینا رو هر موقع 3 2 1 کپ بزن بذار اینجا. تو دستت نگه تو پوتاشو که نمیتونی بده اینجا. بریم دودو بده یکی بده. بیا یه جور بگیر دودو که بیاد رو تصویر. ببین اینا آتیش بگیره. فندک بده کو آتیش بزنیم. بیا اینجا. آتیش گرفت همه بیاین بیرون. 3 2 سایه‌تون نباشه. سایه فندکی نمیگیره. سایه داریم. برو دیگه. برو فرار کنید. یکی از همین روزا به خودم اومدم و دیدم خانواده 2 میلیونی ما از دست دادم. حس تویی بودن داشتم، معلق میون آسمون و زمین. نیار بالا. اما کل جلوش دود شو. بریم برو از این ور بده. برو همین شما بیا. همین چپ. یه دقیقه. اینم بنداز. آخری. بگه. همین نذارین. خوش دارم همین بگیره. نذارین همین خوش دارم. ابراهیم گوش کن. ابراهیم باید این وریش. آقا بخوابونیش تو زمین میخوای ها؟ بیرون نبود نمیدونم. دریا بیده. داری میگیری؟ بچه اینو نها میکنی. از خودش خواستم و دستامو رو زانوم گذاشتم و دوباره شروع کردم. خیلی ها تو این مسیر دستگیرم بودن. برادری که همیشه مثل کو آوردم. دست درد نکن. مرسی. خوبه؟ آقا بفرما. عشق منی. بچه‌ها همه بیاین وایسین. دور سرت بزرگ منی شما. بچه‌ها بخندید نگاه کنید. کاغذ رو